چطوری کمتر پول اسنپ بدیم؟ وقتی کلاس گیاهشناسی ساعت 5 تموم شد، کولیو دیگه رسما باتریش تموم شده بود. فقط می‌خواست بره خونه و خودش رو پرت کنه رو تخت. جلوی در دانشگاه مثل همیشه گوشیشو در آورد که اسنپ بگیره. اپ رو که باز کرد و چشش به قیمت افتاد، یه وات فاز از دهنش پرید. قیمت فضایی بود. یه نگاه به دور و برش انداخت، بدید همه دانشجوها همزمان دارن درخواست میدن و سر همین کرایه‌ها رفته بود تو آسمون. با خودش گفت عمرن این پولو بدم. زور داره خدایی. چشمش افتاد به کتابخونه. حالشو نداشت، ولی گفت برم نیم ساعت اون تو علافشم بهتر از اینه که پول یه ساندویچ رو بدم به اسنپ. رفت تو یه گوشه نشست. اولش چند دقیقه الکی تو اینستا چرخید، ولی بعد گفت حالا که تا اینجا اومدم بذار حداقل 2 تا اسلاید از این پروژه کوفتی هفته بعدو درست کنم. لپتاپشو باز کرد و یه چند دقیقه‌ای هم روی ارائهش کار کرد. بعد نیم ساعت دوباره اپ رو باز کرد. ایول خودشه. قیمت تقریبا نصف شده بود. حتی از کرایه صبحش هم کمتر در اومده بود. سری ماشینو گرفت و تو راه به خودش میگفت دمم گرم. هم پولمون تو جیبم، هم یه تیکه از کارم جلو افتاد. کولیو فهمید تو ساعت‌های شلوغی میتونه به یکی دیگه از کاراش برسه تا جاده‌ها خلوت‌تر بشه و کمتر پول اسنپ بده.